شما میتونید شرایط مالی خودتون رو تغییر بدید موقعی که تصمیمات جدیدی برای کسب و کار خودتون بگیرید، موقعی که بخواید ریسک پذیر باشید، موقعی که سرمایه گذاری رو یاد بگیرید، موقعی که چطور پس‌انداز کنید و یاد بگیرید، چجوری سرمایه گذاری کنید و یاد بگیرید و کجاها میتونید سرمایه گذاری کنید. روش‌های سرمایه گذاری مختلف هستن. اول باید شما رو ذهنیت خودتون سرمایه گذاری کنید، باید یک شخصیت برنده‌ای رو تو ذهن خودتون بسازید تا بتونید یک فرد برنده باشید. وقتی ذهنیت شما نسبت به خودتون تغییر کنه، شرایط مالی شما تغییر میکنه. پس زندگی شما وابسته به قانون، توجه شما وابسته به تفکر و باورهای شما هست. هر چی بتونید ذهنیت جدیدی در خودتون خلق کنید، میتونید زندگی خودتون رو تغییر بدید و آینده مالی خودتون رو تغییر بدید تا بتونید یک زندگی عالی رو تجربه کنید. پس همیشه میشه شرایط رو تغییر داد وقتی طرز تفکر ما، باورهای ما تغییر کنه. هر چیزی قابل تغییر هستش، هر چیزی ما میتونیم تغییر بدیم و همه چیز